میخوایم این ست جا دستمالی و سطل رو یه پتینه روشنش بکنیم. پس با من همراه باشیم. کارمون از جنس پلی استره. کامل اونو سنباده میزنیم. فرق نمیکنه جنس کارتون چی باشه. شما همیشه قبل از اجرای کار بسته به جنس میزان سنباده زنیتون باید متفاوت باشه. من در همین حد سنباده میزنم که براقیت کار بره و رنگ پذیری اون بهتر بشه. کاملا گرد سنباده رو پاک میکنیم و یک آستری روشن روی کار اجرا میکنیم. چون در نهایت میخوایم رنگ کارمون رو روشن بکنیم، پس آستری کارمون هم بدون شک روشن میشه. آستری زدنمون باید حتما چند دست اجرا بشه. یک دست که میزنید خوش میشه و دست بعد رو اجرا میکنید تا تمام کار به طور کامل کاور بشه. رنگ بیس کار باید شیری بشه. پس من از کمی زرد و کمی گل ماش با مخلوط آب و رنگ سفید اکریلیک یه رنگ شیری درست میکنم به میزانی که مشتریم از من درخواست کرده بود. رنگ که آماده شد یه صافی میذاریم روی پیستولمون و اونو از صافی رد میکنیم و توی پیستوله میریزیم و رنگ اصلیرم باید چند دست روی کارمون اجرا کنیم. زمانی کیفیت اجرای رنگتون بالا میره که بعد از هر دست آستر زدن و رنگ زدن شما کارتون رو سنباده بکشید که کیفیت رنگ و اجراتون قوی بشه. بعد از خوش شدن رنگ بیسم من کارم رو یه کاوری میزنم. اون کاور میتونه کیلر باشه، میتونه هر چیز دیگه ای باشه، اما قطعا واسه اینکه رنگمون روشنه و چرک نشه من یه کاور روی کار میکشم و تاچای طلاییمو روی کار اجرا میکنم. تاچای طلاییتون رو میتونید هم با قلم مو هم با یه تیکه ابر اجرا بکنین که من هر دوتاشو برای شما اجرا کردم که ببینید. حتی با رنگ‌های انگشتی هم میتونید این کار رو انجام بدین، یعنی تاچتون با انگشت باشه. کل کار به میزانی که لازمه روی برجستگی ها تاچ میخوره. بعد از تاچ زدن روی برجستگی ها کارمون روی کهنه‌کاری با همون رنگ طلایی هم انجام میدیم. بریم سراغ دکوپاژمون با گل‌های ترانسفر. گلمون رو برش میزنیم به اندازه‌ای که میخوایم، جاشو مشخص میکنیم و چسب دکوپاژمون رو زیر کار میزنیم. کاغذمون رو توی آب میندازیم، لایه نازکش از لایه زیری اون جدا بشه. همونجور که دیدین اون آهسته آروم و با احتیاط روی جایی که میخوایم قرار میدیم و بعد با یک دستمال نرم روی اون میکشیم که حبابی چروکی اگر مونده باشه کاملا صاف بشه و یک دست بشه. تو تمام قسمت‌های مد نظر گلا رو با سایزهای مختلف به دلخواه قرار میدیم و اجازه میدیم کاملا کار خوش بشه و در نهایت کارتون رو با یک پوشش نیم پلی استر به اتمام برسونید.